قصه تأثیربخشی که همه را به گریه درآورده است و معجزه خداوند را ببینید. السلام علیکم تماشاچیان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. شیخ نزد یک پادشاه می آید و در دوام صحبتش می گوید: ای پادشاه، در همه مورد از خدا بترس، زیرا که خدا تو را می بیند. این سخن شیخ به پادشاه متکبر سخت می رسد. بعداً پادشاه به خدمتگارانش می گوید که پلنگی را 3 روز طعام ندهید و بعد 3 روز این شیخ را به پیش پلنگ پرتوید. 3 روز از بین می گذرد. خدمتگاران پادشاه شیخ را به خانه پلنگ می پرتویند. روزی دیگر برای حال شیخ را بینیم و پاره پاره شدن شیخ را به پادشاه خبر دهیم گفته به پیش خانه پلنگ می آیند. خدمتگاران وقتی که در را می گشایند، شیخ و پلنگ را در حالت سجده می بینند. در تعجب افتاده زود به پادشاه خبر می دهند. پادشاه هم در تعجب افتاده شیخ را به نزدش دعوت می کند. بعداً پادشاه به شیخ می گوید: سبب تو را استعمال نکردن و همراه تو سجده کردن پلنگ در چیست؟ شیخ می گوید: وقتی که هر شخص با الله دوست باشد، تمام درنده و پرنده ها هم با او دوست می شوند. ثبت از قصه های زندگی.